یک او شاعر میگفت که همین درختی که اگر میوه کرد از دیوار خانت که بیرون شد خواهی نخواهی مردم که میوه را دیدن میزنن سر قطعی و میوه را میگیرن. یعنی وقتی ما هم که اگر مثل میوه و دخترای ما خوشروان وقتی در کوچه میبراریمشان خواهی نخواهی این گرگه ها بسیارن آدم های اصلا دایم همخیلی میکوان بعد به آب رومان میکنن بعد در محله شان شرفمون میریزد آب رومان میریزد که او سخنی که علاج واقع پیش ای وقوع بود ما که نکردیم انا مرحمت به آبروگی ما. برای مادرای عزیز بسیار احتیاط کنیم و خدا برای قدر و قیمت خودمون گپ بزنم برای شرف و قدرمون برای هممون حاضر و هیچ آدمی گویم که بی درد نیست. وقتی همین واقعه را میشنوی یا دولینت میزنه یا یگان درد دیگه را میزنی گویم با از حساب نمی مصیبت فرزند روز خوشیش نادیده از دنیا رو ترک میکنی میره چی فایده داره؟